موضوع شراب قریب که صحبتی خود به آخر رسوندیم. اگر یادتان باشد در موضوع خمر بود، شراب و مواد مخدر، یک اندکش مانده بود قصه نماز خواندن حضرت امام اعظم بر جنازه شخصی که در حالت مستی از دنیا رفته بود. همه را گفته بودم براتون بیان میکنم، اما پیش خود اندیشه کردم اگر الحال ما همون قصه را که بسیار قصه جالب است اگر بیان کنیم با شرح توضیحش میترسم که با یک هفته دیگر میگذرد. وعده ای که ما برای شما دادیم در موضوع اندک صحبت کردن حول صحابیان گرامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سخن نخواهیم گفت. امروز واقعا احتیاج مردم ما به دانستن تاریخ اسلام از هر وقتی تبدیل شدیدتر است. متاسفانه اکثر جامعه تاریخ اسلام خود، تاریخ دین عزیز خود، تاریخ ملت خود را واقعا نمیدونند و این با ثبوت رسید است که هر خلقی که تاریخ خود نمیدوند، تمدن خود نمیدوند، او خلق، او مردم منقوط شدند. شخصی که تاریخ خود نمیدوند، با تاریخ دین مبین خود افتخار نمیکند، والله او نه نام دارد نه ناموس. از کجا دیگر ناموس اسلامی در وجود او میماند؟ حتی من شاهد حال هستم که بعضی برادرایی که در میان مردم با علم و دانش و معروف هستند، در نظر دارم علمای همه جانبه را، هم دنیوی و هم بعضا دینی، با نام همدان معروف هستند. زنتاک شو میگن در زبان روسی، اما کرسوار و چرینواردار را به یک لحظه حل میکنن میپرتوین. حتی شخصایی که بعضی سوالهایی را که برای مردم روس، برای مردم روسیه مشکل است جواب گفتن شد، اینا جواب میگن. اگر سوال شو کنی محاربه کولیکا و کشید گپت میزنن، کدام سوال؟ محاربه کریموال، محاربه برادینا، درباره جنگ‌های ناپلیون قصت میکنن که حربی واترلو چقدر به وقوع پیوست، چقدر در آسترلیتز ناپلیون شکست خورد و فلان و بسمدان، خبر بلا و بتر هم میدونن. اما وقتی از تاریخ اسلامش سوال میکنی نمیدونن. شاید همین بدر احد بدونن خلاص. چرا؟ زیرا که در زمان شوروی کوشش میکردن که تاریخ اسلام از برای مسلمانان مکتوم نگاه دارن، پوشانن، تا اینکه مردم از حقیقت اسلام مخبر نباشند. مردم منقوط کردن. امروز الحمدلله تمام شرایط مهیا شده است، کتاب ها دسترس است، امکانیت ها هست، اما مردم که از خواندن ماندیم. کتاب زیاد دست خواننده کرد، بسیار جای تاسف است. همون کسایی هم که کتاب میخونن به حدی متعصب هستند که نمیخونن که از همون دایره علمی خودشون یک ذره پاشنه فراتر بذارن. همین نشونه که حالت ما نیست چیست. در صورت ما ملت متمدن میگردیم، در صورت مردم دنیا ما را اعتراف میکنن که ما از تمام فنون خبر باشیم. چی جای تاریخ اسلام، از تاریخ بشریت انسانیت ما باید خبر باشیم. در غیر این ما میمونیم در همون جهالت عصریانگی. از این خاطر میخواهم یک چند هفته را در موضوع صحبت تاریخ اسلام با شما برادرای عزیز سپری گردانیم. خاصتا تاریخ صحابیای گرامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بالخصوص خلفای راشد رضی الله عنهم، نزدیکترین دوستای پیامبر گرامی اسلام، شخصایی که تاریخ اسلام را به دست خود نوشتند، شخصایی که اسلام را در تمام عالم منتشر ساختند. میخواهم یک صحبت با شما داشته باشم. واقعا صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم چون ستاره های فروزان هستند در آسمان ملت اسلامی. هر کدامش نوری دارد، هر کدامش جلوه دارد. یک حدیث است در اسنادش ضعف است، اما ما نمیخواهیم به یگان حکم ثابت کنیم، در فضایل الاعمال آورده‌اش میشود.
اصحابی که نجوم، صحابیای من مثل ستاره ها هستند. فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. پس شما ای مسلمانان با هر کدام از این صحابی‌ها که اقتدا کنید هدایت می‌یابید. واقعا صحابی‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم ستاره‌های درخشان ملت اسلامی هستند. خداوند متعال در اطراف حبیب خودش جوانمردترین بندگانش جمع آورده است. واقعا یک ضرب المثل روسی است، میگن скажи кто твой друг, скажу кто ты. تو بگو که رفیقت کی است، من میگم که دختر کی است. یعنی هر انسان میتوان که از اما حلقه مصاحباش، از حلقه همنشیناش تعیین نمود که معرفتش تا کدام درجه است، ننگ و ناموسش تا کدام درجه است، حتی ایمانش به کدام پایان میرسد. کند همجنس با همجنس پرواز. پس صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم در مجموع کسایی هستند که او حضرت به چشم دیدن، صحبتی گوارای او را به گوشهاشان شنیدن، نه فقط به گوشهای سر، به گوشهای جانشان شنیدن. او را در ضمیر خود جا دادن، در اعماق بطون خود محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرورش داده و دیگر مسلمانان و شاگردانشان و تابعین و تبع تابعین رساندند. امام احمد در مسندش، امام طبرانی در معجم کبیر و امام بزار در کشف الاستار از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت بگیرند: ان الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلی الله علیه و سلم فبعثه برسالته. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که فقیه امت اسلامی است میفرماید و درسته که خداوند متعال به قلب بندگانش نظر انداخت، از میان تمام بندگانش محمد صلی الله علیه و سلم را همچون خاتم نبوت اختیار کرد، شخصی که آخرین پیغام خداوندی را حمل میکند و به دوش میگیرد و او را به پیغمبری مبعوث نمود. ثم نظر في قلوب العباد فاختار له اصحابه فجعلهم انصارا لدینه. بعد از اون میگوید باز در قلب بندگانش نظر انداخت و از برای حبیب خودش هم صحبت ها اختیار کرد، از برای حبیبش دوستا اختیار کرد و اونا را کمک کننده رسول خود و کمک کننده دین اسلام قرار داد. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون قبیحا فهو عند الله قبیح. پس گفت هر چیزی را که مسلمان ها حسن میدانند، هر چیزی را که مسلمان ها قبول دارند، اون نزد خدا هم حسن است. هر چیزی را که مسلمان ها تردید دارند نسبتش، انکارش میکنند، قبولش ندارند، نزد خدا هم قبیح است. پس صحابیای گرامی پیامبر صلی الله علیه و سلم آنچنان که ذکر کردیم ستاره های درخشان این ملت هستند و در میان اینها ستاره هایی هستند، چرمه هایی هستند که به بزرگیشون مثل آفتاب درخشان هستند، چون ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم که اینا بزرگترین صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. مرتبه و منزلت اینها از دیگر صحابیای پیامبر بالاتر است. در میان صحابیان از روی فضیلت در جای اول حضرت ابوبکر صدیق می‌ایستند. و قول علمای اهل سنت و الجماعه فاضل ترین شخص بعد محمد صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. انشاءالله در دوام صحبت فضیلت‌های حضرت یک از برای شما بیان میکنم. خدا قضاوت کنید که تا کدام درجه ما اهل سنت و الجماعه حق داریم که فضیلت او را اقرار نماییم و او را بهترین و خوبترین و بالاترین و دوست داشته ترین صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلام نماییم. حضرت ابوبکر صدیق خصلت‌های دارد، خداوند به او فضیلت‌های بخشیده،
که به دیگر صحابیان عطا نفرموده است. در ابتدا اجمالا بعضی از فضیلتاش بیان میکنیم، بعد وقتی که تاریخش میاییم انشاءالله درباره این فضیلت‌ها مفصلا استفاده می‌کنیم. اولا حضرت ابوبکر با دوستی پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت با سعادت آن حضرت مشرف داشته است. در ایام جوانی حضرت ابوبکر با رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست بود. انما یعرف ذا الفضل من الناس سبوه. بزرگ میفرماید که این است جزی نیست که صاحب فضیلتان را از میان مردم صاحب فضیلتان میشناسند. خداوند که ابوبکر صدیق را فضیلت داده بود، عقل داده بود، آداب عالی داده بود، وقتی که در سیمای محمد صلی الله علیه و سلم هنوز قبل از بعثتش امانت میدید، جوانمردی را میدید، حقگویی و صدق میدید، دوست داشتن مردم مظلوم میدید، دوست داشتن این طفلکا را میدید. هنوز قبل از پیغمبریش و او دوستی و رفاقت اختیار کرده بوده، از صمیم قلب را دوست می‌داشت، احترام می‌کرد، همیشگیش بود. ثانیاً حضرت ابوبکر از میان مردان بالغ آزاد اول شخص است که دین مبین اسلام را از پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول فرمود. واقعا قبل از حضرت مادرمان بیبی خدیجه رضی الله عنها، دختران حضرت صلی الله علیه و سلم، حضرت علی کرم الله وجهه، زید ابن حارثه اسلام قبول کرده بودند. اما از میان رجال مردان بالغ آزاد اول شخصی که اسلام قبول فرمود حضرت ابوبکر است که وقتی با پیامبر امر شد از جانب خداوند و انذر عشیرت اقربین و انذر عشیرتک اقربین، و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت وقتی که با ابوبکر مراجعه فرمود، ابوبکر در کلمه شهادت به زبان مفتخر به اسلام داشت. سوماً ابوبکر صدیق اول شخص است که با تبلیغ دین مبین اسلام و اجازه رسول الله صلی الله علیه و سلم پرداخت. قبل از اسلام ابوبکر اسلام فقط در اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم منحصر بود. کسی از غیر اهل بیت اسلام قبول نکرده بود. از زمانی که حضرت ابوبکر اسلام قبول کرد با تبلیغ شروع کرد. در اندک مدت فاضلترین جوانمردترین اشراف قریش و اسلام دعوت کرد و مشرف به اسلام گردانید. از میان اشخاصی که حضرت ابوبکر سببدار آن شد که اونها دین مبین اسلام قبول سازند میتوان حضرت عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبیدالله، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیده ابن جراح، سعید ابن زید، فاطمه بنت خطاب و دیگران نام بود که با شرافت دعوت حضرت ابوبکر اونا اسلام قبول کردن و اکثر ایشان در همه عشره مبشره داخل هستند. اما 10 نفری که در حال حیاتشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ایشان بشارت جنت داده بود. نهایت حضرت ابوبکر در تاریخ یگانه شخص است که مشرف گشت با پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه هجرت کرد. ولی انشاءالله در طول صحبت مفصلا بیان میکنیم. و حضرت یاری غار پیغمبر بود. در غار ثور وقتی که اینا از دست مشرکای قریش پناه برده بودند، حضرت ابوبکر در پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. دیگر اینکه حضرت ابوبکر یگانه شخص است که تمام مسلمانان او را یا خلیفت رسول گفته مراجعت میکردند. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله عنهم
با نام امیرالمؤمنین معروف بودن، با تخلص امیرالمؤمنین مردم به اونا امیرالمؤمنین گفتن مراجعت میکردن، اما به حضرت ابوبکر یا خلیفه میگفتن، یا خلیفه رسول الله. این عنوان حضرت ابوبکر است که خداوند او را مشرف کرده. دیگر نام که حضرت ابوبکر صدیق یگانه شخص است در اسلام که 4 پشتش مشرف به صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته. 4 پشتش. پدرش مسلمان شده بود، مصاحب یکی از صحابیای پیغمبر محسوب میشد، ابو قحافه. خودی حضرت مسلمان بود. فرزنداش، پسراش، هم دختراش و نبیرهاش صحابیای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند. چی نبیرهای پسری و چی نبیرهای دختریش. در اسلام غیر حضرت ابوبکر کسی نیست که 4 پشتش صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. همه خدمتگارای اسلام باشه. و نهایت حضرت ابوبکر یگانه شخص است در طول تاریخ بشر که یک پیامبر مرسل و آن همچین پیامبر مثل محمد صلی الله علیه و سلم از قفاش نباز خوانده است. غیر ابوبکر در تاریخ هیچ مردی را خدا خلق نکرده است که یک نفر پیامبر از قفای او اختلاف کرده نماخت. واقعا این بسیار یک شرف بزرگ است. انشاءالله حالی در موضوع خودش بیاید و صحبت بکنیم. قول امام ترمذی، قول امام بیهقی را که به ثبوت رسانیدیم اختلاف کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم را به ابوبکر رضی الله عنه در نماز. این بود چند از فضیلت‌های صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم، خلیفه رسول ابوبکر صدیق رضی الله عنه که به طریق فشرده از برای شما بیان کرده. اکنون بیاید یک نظر و تاریخی بزرگوار اندازیم که کیست و چی کسی است، چی نام دارد، کی تولد شد، همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در اسلام چگونه قدم زد. البته که ما مفصلی بعد رفته نمیتوانیم، ما نمیتوانیم تمام واقعه و رخدادهای حیاتی او را بیان کنیم. اگر به این شکل صحبت کنیم قسم به خدا ممکن که 10 ساعت هم برای ما کفایه نکنیم. از این خاطر همون جاهایی را که من لازم میدانم، جاهایی که واقعا انگیزنده و محرک محبت مسلمانان شده میتوانند و خود بس هم شما میرسانند. حضرت ابوبکر صدیق نامش عبدالله است. ابوبکر کنیت آن حضرت است که به همین کنیت معروف است. و از پس که خیلی رسول الله صلی الله علیه و سلم او را ابوبکر گفته مراجعت میکرد، از این لحاظ تمام ملت اسلامی با نام ابوبکر او را میخوانندش و بسیار کم شخص‌ها یافت میشوند که نام واقعی او را بدانند. نامش عبدالله است، کنیش ابوبکر. عبدالله ابن عثمان. پدرش هم که با کنیه ابو قحافه در تاریخ معروف است، نامش عثمان است. نامی که پدر و مادر با او گذاشتن عثمان است، یعنی عبدالله ابن عثمان. ابوبکر ابن ابی قحافه رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 سال و چند ماه خوبتر است. اگر تاریخ ولادت و سعادت جناب سرور عالم را مورخین عام الفیل نگاشته باشند، عام الفیل اکثر محققا میگویند که سال 570 هجری، 570 میلادی است. 570 میلادی. بعضیا 20 اپریل گفتند، بعضیا 20 اوگوست گفتند. اما اکثر محققا میگویند که همین عام الفیل سال 570 هجری است. اگرچه در بعضی کتابا 569 گرفتند، در بعضش 571 گرفتند، اما همین 570 به حقیقت موافقت میکنند. زیرا یک مستشرق معروف است با نام کنسین د پرسیوال یک کتاب 3 جلده دارد تاریخ اسلام. در همونجا اثبات کرده است، یعنی که دلیل حجت‌های زیاد آورده است با حساب‌های نجومی و همون تقویم‌ها و خلاصه میگه که اکثر محققا به همین قرار آمدن که سال عام الفیل همون 570 هجری است. پس مادام که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 570 هجری
به دنیا آمده باشد، سال تولد حضرت ابوبکر صدیق 572 میلادی است. 2 سال چند ماه از حضرت خورتر است و او از قبیله قریش است، از بطن بنی زهره، از اشراف قریش است. از بس که امکانیت و شرایط خوبی داشتن، علم خوبی نیست در خودی کسب کرد، همون مقداری که در جزیره العرب معروف بود، یعنی خوانده و نوشته میتوانست. و چون اکثری اشراف سادگان قریش از جوانی و تجارت هستند، به خاطر تجارت به شام سفر میکرد، به یمن سفر میکرد، کاروان ها می آورد و تجارت مشغول بود و در اندک مدت، یعنی تا همون زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیامبری مبعوث گشت، در کتب تاریخ آمده است که 40,000 درهم جمع آوری نموده بود. 40,000 درهم، من یک حساب سری دستکی کردم، تخمین 350 تا 400,000 دلار میشه که اون وقتی مبلغ بسیار مبلغ کلان بود، خصوص برای مردم جزیره عرب که اکثرشون خشاق بودن، بینوا بودن و پولم خرد داشت در اون زمان. و حضرت همه 40,000 درهم وقتی که اسلام آورد، در راه اسلام و در راه دین و شریعت و راه محمدی صرف کرده است. وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم به او مراجعت کرد که من از جانب خداوند و پیامبری مبعوث گشتم، گفت صدقت یا رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. در حال به یگان تردید، به یگان شک، به یگان سؤال الهی در حال ایمان آورد. چرا؟ زیرا که ابوبکر صدیق یک عقلی سالمی داشت، بسیار شخصی صاحب فراست بود، و میفهمید حتی عقلنا که مردی که در مدت 40 سال با یک انسان دروغ روا ندیده است، چگونه بتواند که به خدای عز و جل دروغ گوید؟ از این خاطر از زمان پیامبر که همین سخن برآمد، در حال ایمان آورد، مشرف به اسلام شد و شروع نمود به دعوت رفقاش. از بس که حضرت ابوبکر بسیار مرد حلیم بود، مرد مهمان دوست بود، مردی با سخاوت بود، صاحب فضیلت بود، چه اشراف و چه عوام الناس او را دوست می داشتند. یک محبت در میان قریش صاحب بود و جوانا با او بسیار میل داشتند و خانهش آمد رفت میکردند. زمان پس در یک صحبت خاصه حضرت ابوبکر به رفیقاش مراجعت کرد که تا کی بتپرستی، تا کی در شرک و در کفر زندگی کردن؟ امروز خداوند ملت عرب را سرافراز گردان که از میانه ایشان خاتم نبوت محمد صلی الله علیه و سلم را مبعوث ساخت. پس ای برادرها، ایمان بیاره، جانهای خود از آتش جهنم نجات ببخشید. وقتی که ابوبکر صدیق که با صدق خود در میان مردم معروف بود، این سخن گفت، در حال رفقاش، دوستاش، کسایی که میان قریش صاحب مرتبه و منزلت بودن، اونا اکثرش تاجر بودن. عبدالرحمن ابن عوف که از بایترین اشخاص قریش در حال ایمان آوردن و پیامبر. در ابتدا 5-6 نفر معروف ترین شد اسلام قبول کردن، از جمله حضرت عثمان ابن عفان، طلحه ابن عبیدالله، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، زبیر ابن عوام، بعدتر ابو عبیده جراح، ارقم ابن ابی ارقم، سعید ابن زید، عبدالله ابن مسعود و چند زنی از جمله فاطمه خواهر عمر خطاب رضی الله عنهم ایمان آوردند و مشرف به اسلام گشتند. و در ابتدا مسلمانان در خانه ارقم ابن ابی ارقم جمع آمدند و در خانه او پیامبر صلی الله علیه و سلم و ایشان از اسلام و از احکام شریعت غرا تعلیم می‌دادند. مادری ابوبکر صدیق طبق بعض روایت ها، در بعض روایات تاریخ آمده است که هنوز در زمانی که مسلمانان در خانه ارقم ابن ابی ارقم رضی الله عنه جمع آمدند، روز آمد و صحبت حضرت مشرف گشت. مادری ابوبکر ام الخیر
و اسلام را قبول کرد. اما در بعضی روایت های دیگر آمده است که مادرش بعدتر و شرف و اسلام داشته است. القصه حضرت ابوبکر، این مرد حلیم، این مرد صادق، از زمانی که اسلام آورده است قسم به خدا تا آخران رمق حیاتش همیشه صادق بود در اسلام. در لحظه ای که در قلب صحابیای پیغمبر بعضا شیطان زلزله می انداخت، شک تردید وارد میکرد، ابوبکر صدیق اونا را به سکینه دعوت میکرد، اونا را آرام میکرد، تزکیه‌اش میبخشید. اما این مرد واقعا تا آخر حیات جوانمرد بود، جوانمرد ماند و همچنین جوانمرد و صحابی گرامی و فاضل‌ترین پیامبر صلی الله علیه و سلم دنیا را ترک کرد. هر ملتی که چنین جوانمردا دارن انشاءالله هرگز خوار نمیشوند. هر پیامبری که مثل ابوبکر صدیق و رفقای او صحابیا داره انشاءالله شریعتش همیشه مانند است، همیشه پابرجا است. هیچ شیطان، هیچ دشمن نمیتواند که او را متزلزل کنه. گفتیم که حضرت ابوبکر صدیق خدای تعالی مال فراوان داده بود و همین مال در اسلام صرف کرده است. از جمله چندین غلام‌هایی را که دین اسلام قبول کرده بودند و به سبب دین حق، قول حق، خواجگان بی مروت ایشان آنها را زجر عذاب میکردند، با پول ابوبکر خریده شده و آزاد گشتند. قصه حضرت بلال شما بسیار شنیده، بابای ایشان مفصلا دیره نقل کرده است، در فیتهاش است. انشاءالله حالی اگر پیش خود مقصد گذاشته ایم که وقتی که درباره تاریخ اسلام گپ زدیم، تاریخ حضرت بلال هم یک صحبت خاصه و الوهیده میشود. از این لحاظ در اینجا درباره آزاد شدن حضرت بلال و طریقه اسلام آوردنش من صحبت نمیکنم. صحبت ما حضرت ابوبکر است. وقتی که موضوع حضرت بلال دررسیده ما انشاءالله مفصلا دیگر صحبت میکنیم. در اینجا مجملا بیان میکنیم که حضرت بلال عامر ابن فحیره را، چندین کنیزکا را، از جمله لبینه را، حتی یک کنیزه که عمر ابن خطاب رضی الله عنه را در زمانی که هنوز اسلام نآورده بود و حضرت ابوبکر با پول خود خرید و آزادشان کرد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم باری در صحبت نشسته بود، گفت ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر. گفت قسم به خدا از هیچ مال دنیا من اونقدر منفعت حاصل نکردم آنچنانی که از مال ابوبکر صدیق رضی الله عنه. حضرت پاروش نشستگی بعد گریان شد، بسیار حلیم بود، قلبش به درجه معنوس بود به پیغمبر و اسلام که در اندک لحظه گریه میکرد. گریان شد، گفت یا رسول الله فداک ابی و امی انما انا و مالی لک. یا رسول الله گفت پدر و مادرم فدای تو شود، من مال من متعلق به تو هستی، هر نوعی که میخواهی ما را استفاده بود. حضرت ابوبکر همیشه در وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زجر و عذاب‌ها میکشید یک پهلوش خواهی و استوار. حالتونی میشه که حضرت زجر میکردن، ابوبکر میرفت در همون دعوا و جنجال ارنش میشد، این هم نتکوب میخورد. در تاریخ آمده است بار حضرت نماز میخوند. قصه این زجر قریش ما برای شما مفصلا چندین بار صحبت کردم، گمان میکنم که احتیاج ندارد. اگر چنده که هر قدر درباره زجر پیغمبر، عذاب و جفاهایی که از مشرکان دیده است ما با مردم زیادتر صحبت کنیم، انشاءالله تخم محبت در قلب مردم بیشتر شکوفا میگردد. هر کسی را زیر خدای تعالی عقل فراست داده است، این عذاب و زجرهای پیامبر شد اگر خداوند او را عقل داده باشد ایمان داده شد پیش نظرش بیارد و این پیامبر خیانت نمیکند. باری حضرت نماز میخواند، بدبختا آمدند از قفا، پیرهنش از قفا کشیدن که یاخش در گریبانش بس شد، قریب که گلوگیرش میکردن، میخواستن که بکشند. تا همین حد حضرت بد میدیدن نسبت که نفرت داشتن. ابوبکر گریان آمد خیشت پوش کرد، گفت این چی کار است شما میکنی؟ ای بی مروتا، ای ناجوان مردا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. اگر شما مردی را که میگم پروردگار من الله تعالی است
عتبه ابن ربیعه حتی لگت به شده در روش آنچنان کف که دیگه بینیش بر رخسارهاش همش جویه شد. از هوش رفت حضرت به عذابهای آوردنش خانه. در خانه وقتی که هوشش به سرش زد پرسید که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه حال داره؟ گفتن خوب است، احوال تو بدتر است. گفت نه من به خواب ببینیمش. گفتم آخه تو به یه حال چه خارج میشه بشینی کمی تبابت بگیر بعد ایشالا با میره پیشم با محمد صلی الله علیه و سلم. گفت قسم به خدا تا اینکه نبینمش بچه‌شون که آرام است، بی‌درد بی‌رنج است، طعام نمیخواد. دیگه بیچاره مادرش در تشویش قلبید. همراهی زن صالحه با نام ام جمیل، این او زن ابولهب مغرور نیست، این دیگر زن است. شبانه نزد پیامبر آمدن گفتن یا محمد علیک الصلوة و سلام به خانه ما تشریف بیار که این پسر من گفت از خوردن آشامیدن ماند است، خودش قدرتی آمدن نزد تو ندارد. میگوید تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را نبینم طعام نمیخورم. حضرت شبانه آمدن نزد ابوبکر تا اینکه او را دید تسکین گرفت. در بعض روایت ها از جمله ابوالحسن ندوی رحمه الله میفرماید که ام الخیر مادر ابوبکر در همه جا ایمان آورد پیامبر صلی الله علیه و سلم. گفتن که بعضیا گفتن که در خانه ارقم ابن ابی ارقم ایمان آورده بود مادرش، اما بعضیا میگویند که در همه حالت در همه وضعیت اسلام قبول کرد. پس همیشه یار و مددگار رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق بود. تمام زجر و عذابها را همراهش تحمل میکرد. چندین مدت سپری شد تا اینکه آخر الامر پروردگار اسلام توسط انصاری های یثرب قوت بخشید. یک آفتاب امید آرزوها به تجلی شروع کرد از جانب یثرب و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابیای خود سفارش داد که به یثرب سفر کنند، هجرت کنند. گفت دار مشرکان را ترک کنید، امروز شما به یثرب سفر کنید. اونجا برادرای انصار منتظر ما هستند. انشاءالله با کمک ایشان یک دولت اسلامی را طرح ریزی و پایه‌گذاری میکنیم و انشاءالله اسلام از یثرب به تمام عالم منتشر میکنیم. صحابیان یک دو و گروه و جانب مدینه منوره رهسپار گشتند. حضرت ابوبکر رئیس شام آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله اجازه هست که ما هم جانب یثرب رویم. اما حضرت هر باره من بشنید در تاریخ آمده است میفرمود یا ابابکر لا تعجل لعل الله ان یجعل لك رفیقا. ای ابوبکر عجله نکن، سراسیمه نشو. شاید که خدای تعالی از برایت یک رفیق انتخاب کند، همراه رفیق 2 نفر بی غم و اندوه عازم مدینه منوره گردید و تاریخ اثبات نمود که رفیق ابوبکر کی است. عاقبت الامر در ماه ذوالقعده در تاریخ آمده است که در 27 ماه ذوالقعده شب رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت به خانه ابوبکر آمد. تاریخ را مفصلا بیان میکند که چی سبب شد که پیامبر شتاب کرد از برای به مدینه منوره رفتن. قریشیان روز در دارالندوه جمع شدند در مکانی که مشورت میکردند. سرورای قریش اونا در دهشت افتیده بودند از هجرت مسلمانان به مدینه که اگر این مسلمانان امروز به مدینه روند، اگر قبیله اوس خزرج مدینه دین اسلام قبول کنند، در مقابل ما یک دشمنی قوی و توانای قرار خواهد گرفت. از این خاطر با مشورت شروع کردن که چیکار کنیم تا اینکه همین نگذاریم اینا را که یک دولت مستحکم سازند و به مقابل ما یورش نمایند. چندین نفران نشسته‌اند در تاریخ ها همون صحبت مفصلا آورده شده است. زیرا بعضی همون شخصایی که در اون مجلس شرکت داشتن خدای تعالی اونا را به اسلام مشرف گرداند. عاقبت الامر شخص با نام ابوالبختری از اما اشراف قریش گفت بیایید زنجیر پیچش کنیم محمد صلی الله علیه و سلم و حبس خانگیش کنیم، نگذاریمش گفت که از همه جا خارج شود
انشاءالله وقتی رفیقاش دیدن که پیامبر به سراغشون میآید آهسته آهسته زندگی براشون تنگ میشود در مدینه منوره و خصوص که اونجا تاجرای یهود هستن اونا چشم دیدن ندارن این مسلمان را نمیگذارن شد آهسته آهسته با مجبور میشن کفا میآید. در میان اونا یک شیخ نجدی از نجد شرکت داشت در تاریخ ها آمده است و اکثر محققان و مفسران میگن که شیطان در خلقت یک شیخ در مجلس شرکت میکرد چه معرفی کرده بود که من از نجد هستم از ولایت نجد هستم اما او بدبخت هم شیطان گفت قسم به خدا این مصلحت ابوالبختری مصلحت درست نیست شما اگر این را محکم میکنه دوستا و رفقاش مدینه را بر ضد شما برمی انگیزند میگذارند این جوان مردای شیرای خدا که حبیب خدا را شما زنجیر پیش کنین اونا در مدینه منوره استراحت کنند نه تمام جزیره را بر ضد برمی انگیزند آخرالامر میان کمربند تو نمیشکنند حبیب خدا را آزاد میکنند این مصلحتی تو نشد یک نفر دیگرش قایم شد پس بیایی گفت میزنیم میرانیمش پیشش بکنیم برای هر کی جای میرود جانی ما هم خلاص نه دعوا و جنجالش در کلای ما میمونه نه ما با اون کاندار میشویم باز همون شیطان در که لباس شیخ نجدی را پوشیده بود گفت که نه این مصلحتت نمیشه وقتی که با دست خود را آزاد میکنه و رهاش میکنه هر نوعی که دلش میخواهد بر ضد تو مبارزه میکنه شما حق نداره او را امروز آزاد کنید امروز که او در دست شما گرفتار است باید از فرصت استفاده کنید نهایت دشمن سرسخت‌ترین خدا و رسول خدا ابو جهل ملعون خواهیم شد گفت برادران من یک مشورت دارم یک مصلحت دارم بیاید از هر یک بطن قریش یک کسی را انتخاب کنید در دستش شمشیر را بدهید 10 نفر انتخاب بکنید از 10 بطن و همه یک جایه به جان محمد میتازند همه به او ضربه میزنند اگر یک نفر باشه که مثلا بنی هاشم از اون قصاص میگیرن را زنده نمیکنن اما وقتی که تمام قریشی ها از هر بطن از هر اولاد یک نفری در قتل او اشتراک کرد دیگر علاج ندارن مجبور هستن که همون دیگر خونبه ها را بگیرن نمیتونه که بنی هاشم و تمام قریش صد خنجر را به دستی کنن این شیطان ملعون گفت بهترین سخن همین شخص گفت ابوالحکم گفت قول او را قبول کردن 10 نفر حتی انتخاب نمودن در میان اون 10 نفر همین بدبختی ابو جهل و عتبه ابن ربیعه و برادر شیبه ملعون و عقبه ابن ابی معیط سرسخت‌ترین دشمنای پیامبر خدا بودن و مقصد گذاشتن که شبانه به خانه حضرت هجوم میکنیم و او را قتل میکنیم و همین شب همون 27 ماه ذوالقعده بود حضرت شبانه آهسته از خانه خارج شد خدای تعالی چشماش مکور کرد در بعضی روایات آمده است که حضرت یک مشت خاک از زمین برداشت و بالاشون افشان و حدی کور شدن که از پهلوشون گذشت ندیدنش در جای خودش علی ابن ابی طالب رضی الله عنه خوابانید یک بردی سبزی داشت بالاش پوشان گفت نترس خدای تعالی همراهی توست به جان تو کسی آسیب رسانده نمیتواند بعد نزد حضرت ابوبکر آمد و حضرت ابوبکر از همون 40,000 درم 5,000 درمش برای چنین روزه گذاشتن همون 5,000 را همراهش گرفتن همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج شدند از شبانه کسایی که حج خانه خدا را کردن البته که غار ثور را دیدن اگر بالا هم که نبرآمده باشند از همون پایان دیدنش ثور نام کوهی است که تقریبا 4 میل از مکه خارجتر است پیرتر است باور کنید به حد راه پرپیچ‌وتاب دارد به حد راه مشکل دارد که الهی توبه حتی بعضی حاجی‌ها در همونجا جان می‌بازند و خاطر زیارت تماشا می‌روند در همون راه وفات می‌کنند بعضیش دیگر وقتی که دلشان قوت نمی‌خورد همین خیلی حادثات زیاد میشه بسیار مشکل است چند کیلومتر لازم میآید محبوب بالا شدن همراه با همون کوه بالا شدن میدانستند که وقتی که قریشی‌ها از خارج شدن اینا ملتفت شوند البته که از قفاشون شخص میفرستند حتی برای کشتن اینا هدیه ها اعلام میکنند این عامها به مردم اعلام میکنند از این خاطر شبانه هر قدر که قوت توانایی داشتن
عازم همه غار شدند. شیخ ندوی روایت میکند که در راه حتی پاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم کوفته و آزرده شد. حضرت ابوبکر با وجود آنکه نحیف بود، کم گوشت بود، در پشتوارش گرفت حضرت چند مقدار پیاده بود. آمدن عاقبت الامر به همون جایی که با نام غار ثور معروف است، همون جا رسیدن. گفت یا رسول الله ذره تدرمی توقف که من داخل شما را ببینم. در آمد، تفتیش کرد، هموار کرد غار. در قصه آمده است مثلا مصنف رحیق مختوم شیخ مبارکفوری روایت میکند که 3 سوراخی دید حضرت ابوبکر. یک پره ایزاش در آنید، یک سوراخش محکم کرد و بعد از او 2 سوراخی دیگر به کفای پاش محکم کرد که مبادا یگان گزنده از وجه خارج نشود. بعد از او گفت یا رسول الله داخل شود. حضرت که مانده شده بود در آمد و سرش در بالای زانوی یار غار خود گذاشته خواب کرد. در همین لحظه امام رزین روایت میکند همین حدیث با اسناد، البته در اسنادش یک ضعفی اندکی هست، اکثر همین روایات تاریخی در اسنادش اندک ضعف دارد. روایت میکند در مشکات شریف هم همین حدیث آمده است که چیز پای ابوبکر صدیق گزید. از شدت درد اشک در چشماش حلقه میزد، اما صداش نبرآورد که مبادا پیامبر صلی الله علیه و سلم خوابش راحت نشد. اشکاش در روی مبارک حضرت چکید. سرش برداشت، گفت چی شد یا ابوبکر؟ گفت یا رسول الله چیز پا مگزید. حضرت آبی دهنش گرفت، کف پای رسول الله حضرت ابوبکر و همون کف پاش و آبی دهانش مالی تا اینکه خدای تعالی اندکی دردی او را تسکین داشت. این افسانه نیست برادران. امام رزین این را به اسناد روایت کرده است. همین قصه غار و گزیده شدن پای حضرت ابوبکر. بعضی مصنفان نقل میکنند متاسفانه امروز بعضی جوانای ابله ما با دعوا میکنند که شما افسانه نقل میکنید. این افسانه نیست. این قصه های تاریخ پیامبر ما و شما هستند. قصه غار و رفاقت حضرت ابوبکر صدیق در غار با رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن عظیم الشأن آمده است. در آیه 40 سوره توبه خداوند متعال میفرماید استعیذ بالله الا تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. الآیه خداوند میگوید که اگر ای مسلمانان و ای مردم، ای بندگان من، اگر شما حبیب مرا کمک نکنید، خداوند خودش که نصرت میکنه. خداوند خودش کمک میکنه. این یک کمک کننده بزرگی چه الله تعالی داره. و بعد از اون قصه همین غار کرد که وقتی که مشرکان بدبخت او را خارج کردن از مکه، یعنی به سبب زجر و تعدی مشرکان حضرت از مکه خارج شد. ثانی اثنین بود. دویم نفر یهود شخصی بود که در غار بودن و حضرت ابوبکر صدیق رفیق شما در اونجا تسکین میبخشید. لا تحزن یا ابوبکر، ای دوست من تو محزون نشو، این الله معنا، خداوند همراه ماست. چرا تو محزون میشوی؟ خداوند پشت پناه ماست. نگاهبین ما وجود میکنه. تمام مفسرین کرام از اهل سنت و جماعت و در معروفترین و مشهورترین کتب اهل تشیع نیز کسی خلاف ندارد که همون دویم شخصی که در غار بود، یعنی که رفیق پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق است. چند از تفسیرهای معروف اهل تشیع را من نظر کردم، از جمله تفسیر المیزان طباطبایی را، تفسیر امثال و دیگران را، در همش آمد از کسی خلاف نداره در این مسئله. ببینید این شخص حضرت ابوبکر صدیق فضیلت دیگرش در این است که خدای تعالی او را توصیف میکنه در قرآن، یار و صاحب پیامبر خود صلی الله علیه و سلم میخوانه. چنین شخصی بزرگی بود. همت او گشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر قبر. حضرت علامه اقبال لاهوری میفرماید که همت این مرد بزرگ
همت این جوانمرد همچون یک ابر بود که برای ملت اسلام رحمت بارانید. این شخص ثانی اسلام است، ثانی غار است، ثانی بدر است که در علیش در بدر در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم و ثانی قبر است که در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم در خاک گذاشته شده است. چنین جوانمرد است حضرت ابوبکر صدیق. مدت 3 روز جمعه، شنبه، یک شنبه در همون غار سکونت کردند. زیرا قریش وقتی که سحر حتی همون شبانه وقتی که میخواستند پیامبر را به قتل رسانند آمدن، وقتی بستر برداشتن دیدن که حضرت علی که خود بداری به بلوغت نرسیده بود خواب است. از پیامبر سوالش کردن گفت نمیدونم. خارج شدن و طرز حراس خانه ابوبکر صدیق آمدن. در کوفتن اسمای دختر حضرت ابوبکر در به روشان باز کرد. پرسیدن که پدرت کجاست؟ گفت نمیدونم، قسم به خدا شب به خانه نبود. ابو جهل ملعون لعنت خدا بر او یک مشت به همون زن فرو کوفت. این دشمنای خدا نامردن، جوانمردی ندارن. یک دختره که هنوز آن شوهر نکردن یک مشت به روش فرو کوفت. بعد از او انعام اعلان کردن 100 شتر ماده برای هر یک نفرش، خواه زنده و خواه مرده. گفتن کسی همین 2 کس میارن برای هر یک نفرش 100 شتر انعام میگیرن. بعد شروع کردن از کفاش با جستجو. بالای همون که هم بر آمدن. خدای تعالی از بس که چشماش مکور کرده بود از بالای غار گذاشتن. حتی حضرت ابوبکر به تهلوکت آتید گفت یا رسول الله یا را ببین، اگر یک نفرش همین قدماش نظر اندازد ما او تر میبینم. حضرت در جواب فرمود در صحیح بخاری آمده است که یا ابوبکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما. گفت ای ابوبکر در حق این 2 نفره که سوم اونا خداست، محافظ اونا خداست، تو چی گمان داری؟ تو گمان داری که خدای تعالی دوستای خودش آشکار میکنه؟ نه، قسم به خدا لا تحزن ان الله معنا. هرگز محزون نشد، اینا هرگز ما را نمی‌آورند، خداوند همراه ماست. بعد 3 روز در همین مدت 3 روز یکی از همون غلامای مسلمان که در عذاب و مشقت گرفتار بود، عامر ابن فحیره رضی الله عنه و حضرت ابوبکر او را آزاد کرده بود و این به خاطر شیر و پشم گوسفندای ابوبکر، یعنی در عوض همین اجره گوسفندای حضرت ابوبکر نگهبانی میکرد. شبانه گوسفندا را به نزد همون غار میراند تا اینکه از شیر گوسفندا استعمال کنند. حضرت وقتی که 3 روز گذشت، نهایت روز دوشنبه در 2 شتر سوار شدند تا یک نفر مشرک از اعراب راه بلد اونا شد با راههایی که نامعنوس بود، مردم به او راه ها نمی رفتن، کاروان از او راه ها نمی گذشت. حضرت همراه ابوبکر صدیق به مدینه منوره ساق سالم آورده رساند. در این بین قصه های عجیب و غریب گذشته است. یک مرد با نام سراقه ابن جعشم که پیگیر بود، از شیرگیرای عرب بود، وقتی شنید درباره این انعام گفت قسم به خدا پیداش میکنم، لااقل یک نفرش پیدا میکنم. و از کفاشو ایزی پا را گرفت و آمد آخرالامر به حد نزدیک شد که شناخت شد. اسب دوام خدمت خدای تعالی اسبش پیش پا خورد، از بالای اسب ما در زمین زد. شخصی که در بالای اسب کلان شده است. این اعرابی بادیه همه از خودی همه از سوار در بالای اسب هستند. در تعجب من که در راه راست چی نمیشد که من از اسب نتیدم. بار دیگه باز سوار شد. اسب تازون با همه اسب لغشیده حالتی در زمین. بار سیوم پاهای اسبش در زمین فرو رفت و این پرداختش از بالا اومد در ته زد. فهمید که اینجا چی سیری هست، از همه دور صدا کرد. گفت قسم به خدا از من خوف نبرید، من در جان شما آسیب نمیرسم، فقط من میخواهم که شما اثبات کنید که من شما را دیدم. مثلا یک وثیقه بنویسید که من به شما رسیدم، شما را دیدم. حضرت نزدیکش اومد گفت یا سراقه، زمان میشود که تو لباسای کسرا پادشاه ایران در تن میگیری. این در تعجب زد که ما کجا و کسرای پادشاه ایران کجا. یک آدم بگن که زمان میشود که تو
جای پرزیدنت امریکا بوش میگیری یا تاجیک هم قبول میکنه. یک عربی را که مشهور از کسی نمیشناسش پیامبر اونا مشوره داده که زمان بشن که تاجی مکدل مرصع طلایی کسرای نوشیروان در بالای سمیت گذاشته میشه. باور شما قدرت خدای تعالی وقتی که یزدگرد دیسه فرار کرد از پایتختش مدائن وقتی که با تصرف مسلمانان در اومد دیگه ایترسی جان یزدگرد لباساش هم خدیش نگرفته بود، تاجش و لباسای فاخرش در همون بالای تختش گذاشته شده بود. و سعد ابن ابی وقاص اونا را به نزد حضرت عمر فرستاد. حضرت او سراقه را پیدا کرد، از مکه سراقه این جان شما آوردن موسیقی چیده و آورد تاج در سرش گذاشت و همون لباس فاخره پادشاهای عجمی را پوشاند. گفت یا سراقه اگه باورت آمد دیدی که ما پیروی چی بزرگواری را میکردیم، دیدی که شما یک زمان با چی بزرگواری دشمنی میکردیم. سراقه گریان شد. این یکی از معجزه‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم است که آشکار میشه و به همین طریق همیشه این دو یاریغار رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه با دوست عزیزش حضرت ابوبکر صدیق به مدینه منوره رسیدند. انشاءالله صحبت طول کشید. در همیشه سخن خود به پایان میرسانیم. یک نظم انشاءالله از براتون قرائت بکنیم و بعد باقی مانده صحبت ما به هفته آینده انشاءالله این صحبت ها مفصل هستند. وقتی که به شما قصه تاریخ اسلام صحابی های پیامبر صلی الله علیه و سلم کنده می شود، همچنان که فیلم تماشا میکنید برادرای عزیز شما هم تأثیرات خودتون تخیلات خودتون به کار بندازید. باور کنید قسم به خدا شخصایی که محبت واقعی به اسلام دارن وقتی یک قصه را بشنوند خودشون در بین همون واقعیت تصور میکنن. همون چقابی که از چشم انسان میریزد در همین صورت میریزد. تصور میکنن که این چه عذاب و مشقت‌های پیامبر متحمل داشته است که امروز ما صاحب عقیده راسخ گشتیم، صاحب این دینی بزرگ گشتیم، صاحب شریعتی راه گشتیم که امروز تمام دنیا به ما حسد میبرد. امروز از سایه مسلمان، از لا اله الا الله گفتن مسلمان دنیا همه در تشویش است. علامه اقبال لاهوری یک نظم دارد در وصف ابوبکر صدیق رضی الله عنه میفرماید من شب صدیق را دیدم به خواب، گرز خاک راه او چیدم به خواب. یک شب میگوید حضرت ابوبکر صدیق در خواب دیدم، گرز خاک راه او چیدم به خواب. در حال با خدمتش مقصد شتافتم و پای دوستی شتافتم. آن امن الناس بر مولای ما، آن کریم اول سینای ما. صدیقی که امن الناس است بر مولای ما، صدیقی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است این امن الناس علی فی صحبته و ماله ابوبکر. و درسته که امینترین شخص نزدیکترین شخص و صحبتش و مالش و من ابوبکر صدیق است. و لم اتخذت خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا. حضرت میگه اگر من یک خلیل برای خود انتخاب میکردم دوستی نزدیک، البته که حضرت ابوبکر صدیق خلیل انتخاب میکردم. ولکن اخوة الله و مودته، اما خداوند ما را هممون برادر اعلام کرده است. اخوت اسلامی و مودت را در میان مردم اعلام داشته است. همت او گشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام غار و بدر خبر. گفتمش ای خاصه خاصان عشق، عشقی تو سرمطلع دیوان عشق. و او مراجعت کردم که یا محبوب ترین دوستان محمد صلی الله علیه و سلم، ای کسی که در محبت خدا و محبت رسول اینقدر پافشاری کرده ای. گفتمش ای خاصه خاصان عشق، عشق تو سرمطلع دیوان عشق. پخته از دستت اساس کار ما،
چاره فرما پی آزار ما. و او مراجعت کردم که تو با وجود آن که جسمت نحیف بود، با وجود آن که سین سالت به جای رسیده بود، با وجود آن که به سبب همون سحری که همون مار در غار ثور به تو زده بود تمام حیات عذاب کشیدی و درد رنج کشیدی و عاقبت الامر به سبب همون از دنیا گذشتی. با وجود این وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت بیرق اسلام پرتو افشان کردی، دین اسلام در عالم منتشر کردی، نگذاشته که هیچ مشرک با مسلمانان سر پنجره بود، نگذاشته که در نیم جزیره عربستان هیچ قبیله که مرتد شده بود به جزا ماند. از یک طرف با فارس با جنگ خواهیم شدی، از طرف دیگه با قیصر روم استوار شدی، در محاربه شکستشان دادی، کمربند چون شکستی. ای جوانمرد چاره فرما پی آزار ما. امروز ما مسلمانان خار و ذلیل شده ایم، امروز دشمن بالای ما مستولی گشته است. برای ما یک مشورت بده که چیکار کنیم که مثل مسلمانای زمان اول ما صاحب عزت باشیم، صاحب آبرو باشیم، صاحب اعتبار باشیم. گفت تا کی در هوس گردی اسیر، آقا از سوره اخلاص گیر. گفت سبب ضعف شما آن است که شما اسیر هوا و هوس دنیا شده. آقا برای شما را همین سوره اخلاص کفایه است. شما از سوره اخلاص از قل هو الله احد باید آب و تاب بگیره. این که در صد سینه پیچد یک نفس، سیر از اسرار توحید است. یک نفس لا اله الا الله در صدها سینه پیچید و این لا اله الا الله دنیا را متزلزل گردان و این لا اله الا الله چشم مردم را بینا کرد. مگر همین سیر توحید الهی نیست؟ شما از لا اله الا الله دور مانده، شما پریشان و پراکنده شده، شما بدبختان مسلمان را تکذیب کرده ایستاده است. شما در آسیا به دشمن آب ریخته ایستاده، شما به ناموسای به وجدان و امر خواجه های اون طرف اقیانوس مسلمانای برادر خود را حکم مکفر میکنید. بعضی مسلمانان در مسجد فتنه میانگیزه، از کجا شما صاحب آبرو و عزت شوید؟ آن که نامت را مسلمان کرده است از دهی سوی یکی آورده است. ای بدبخت، او خدایی که ترا مسلمانت کرده است همه تا به وحدت دعوت کرده است. انما المؤمنون اخوه گفته است. مسلمان برادر مسلمان است. خویشتن را ترک افغان خوانده ای، وای بر تو آنچه بودی مانده ای، اما تو بدبخت هنوزم ترک هستی و افغان هستی و عجمی و ایرانی هستی. چه جای ترک افغان؟ هنوزم تو بدبخت به خلابی و به کرمی و به خاک و به بلاها تقسیمی. مگر خدای تعالی تو را چنین مأمور کرده است؟ مگر محمد صلی الله علیه و سلم نبود که تمام مسلمانان را همه را در زیر یک بیرق متحد ساخت؟ مگر حضرت صلی الله علیه و سلم نبود که فرمود لا فضل لعربی علی عجمی الا بتقوا؟ عربی بر عجمی هیچ فضیلت نداره مگر به تقوا. تو چی بلاد رسید است امروز که اسلام عزیزت پهن و پراکنده میکنی؟ تو چی بلاد رسید است امروز که تو خدا پرستی را به محل پرستی تبدیل داده ای؟ این اسلام یک بحری بزرگ است، پر تلاطم است. اگر تو میخواهی خدمت خدا و خدمت دین مبین اسلامش کنی، تو نهنگ همین بحر باش. و تو بدبخت در یک سیستم عجیب آب میگیری و به همون قشلاق محلت همه بریم دعوای ایمانداری اسلامداری میکنی. اسلام اون نیست، اسلام این بحر است، با بحر یک شاه. خویشتن را ترک افغان خوانده ای، وای بر تو آنچه بودی مانده ای. ای که تو رسوای نام افتاده ای، از درخت خویش خام افتاده ای. صد ملت از ملت انگیختی، بر حریم خود شده خون ریختی. از یک ملت صد ملت کردی تو بدبخت. تو حریم خود حرام کردی، حریم خود برای مردم آشکار کردی. و حریم مقدسترین جای انسان است. تو بدبخت، تو به کمک دشمنان خواهیم شده امروز. از منبر رسول الله صلی الله علیه و
مثلا اعلان میکنم هر کسی که ادعا میکنه که برای ما را یهودی از شیعی دیگه بالاتر است قسم به خدا کافر است. شیعه که کفرش ثابت نشده است کسی ادعا میکنه که همه یهودی صهیونیست با شیعی برابر است یا که از شیعی افضل است او کافر است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ای مسلمانا شما یهود و نصرانی را به خود رفیق گرفته و بعضی مسلمانای خود مبارزه نبرید بدبختا اونا با هم دیگر رفیق هستند. فمن یتوله منکم فانه منهم. هر کسی از شما با اونا دوستی را اختیار بکنه از همونا است، از جمله همونا است. امروز چه احوالا ببینید؟ امروز مسلمانا را بدل نگیر تقسیم کردن دشمنا و هم جنگ نظام میدوزن از دور از ثمرش استفاده میکنن. یک گروه صد بچه ها در اینجا کش انداختیم تمام اهل تشیع حکومت کفر میکنن. یک گروه صد بچه های دیگر در اونجا در اروپا امروز یک شبکه تلویزیونی با پولی صهیونیستا ساخته شده است با نام سلام. هر کسی پرولیست که انتن نداره بدونه یک تیوی سلام است که لعنت خدا بر اینا 24 ساعت در یک شبانه روز بالای اهل سنت و جماعت طعنه و ملامت میریزند و تهمت میکنند. اونا کیا هستند؟ همون هم با پولی صهیونیستا ساخته شدند. هر کسی که بر کشکش دشمن پای برادر مومنش میگذد قسم به خدا نزد من سگ است، از سگ بدتر است. انشالله این روز وقت تمام شد ولی هفته آینده صحبت خدا دوام میدیم. بسیار بسیار خواهش میکنم ما باید یک شب توحید را مشهود کن، غایبش را از عمل موجود کن. از حجاز چین ایران ما شبنم یک صبح خندان ما خواب در سر تو از کجای نباشه. ما مسلمان ما اولاد خلیل از ابیکم گیرگر خواهی دلیل. ما ز نعمتهای او اخبار شده یک زبان و یک دل و یک جان شده. مثال آوردن کتاب‌های بعض شخص‌های مجهوله که کسی اونا را نمی‌شناسد مگر دلیل نشود. روتان سیاه‌کیاخی شما عالم است و کتاب می‌خونه، شما کتاب‌های معتبر را بخونه، کتاب‌های را که اهل تشیع او را قبول دارن. واقعاً کسی که سخن کفر از زبانش می‌بره نزد ما کافر است، نزد ما اهل تشیع هم کافر است. هر کسی که ازواج مطهره پیامبر صلی الله علیه و سلم طعنه و زنا میزند او کافر است، نزد اونها هم کافر است. انشاءالله این موضوع این مسئله را با مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد متاسفانه وقتی ما با آخر رسید. در آخر دعا میکنیم که خداوند ملت اسلام را بیدار و هوشیار گرداند، پروردگار نگذارد که دشمنان اسلام توسط صد بچگان خویش مسلمانان را به هم شورانند. خداوند ملت مسلمان را یک فراست یک بصارت عطا کند تا اینکه بتوانند مکر دسیسه و حیله و فتنه را از حقیقت جدا نمایند. خداوند ما و شما را زبانمون را گویا گرداند که همیشه دعاگو باشیم آنچنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد خداوند دعا میکرد اللهم ارنی حقیقت الاشیاء کما هی. پروردگار حقیقت اشیاء را آنچنان که نزد تو محقق است آشکار است همچنین به ما نمایان کن. همچنین خداوند حقیقت اشیاء را به ما و شما آشکار سازد. پروردگار مسلمانای تمام عالم متحد سازد تا اینکه در زیر کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله قلبای همه به تپش بیاید. خداوند این محلگرایی و این ملتگرایی را که امروز متاسفانه جامعه ما به این بیماری گرفتار شده است از میان ما برچیند و برکند. پروردگار دشمنای اسلام خار بگرداند. خداوند اسلام عزیز پیروز سازد برحمتک یا ارحم الراحمین. از ما امامتی او اما اگر چنین ضرورت نباشد بسیار جنجال نکنید سر امامت، بسیار دعوا نکنید، زیرا که باور کنید مسئولیتش به حد بزرگ است که قسم زیاد از صحابیای پیغمبر از امامتی کردن میگریختن، خوف داشتن. یمانت ما کل اوناس به امامیشیم. همین وعید خدای تعالی، همین سخنی که حضرت خداوندی در قرآن گفته است برای همه ما باید نمونه عبرت باشد. روزی
میکنیم هر گروهی را همراه ایمان شد. ایمان پیش خم از قضا سوال و جواب همه همون نمازها در ذمه ایمان است. الامام ضامن، ایمان ضامن نماز قوم است. این مسئله را اتباس خودمون کنیم. و یک گروه دیگری از برادران خواهش دعا دارند. بعضی از برادرای مسلمان نیت سفر خارجه را دارند، به خصوص به ملک روسیه. دعا میکنیم که خداوند سفرشون را به خطر گرداند و پروردگار یک برکت مثبت به اونا عطا کند که دست خالی به خانه برنگردند، بلکه نفقه اهل بیت خویش را فراموش ننموده خود یا به دست رفقای خود بفرستند. یک گروه دیگر از جوانان هستند که امتحان دارند در مکتب. زمان امتحان سر شده است. دعا میکنیم که خداوند ایشون